بگو دالا وارد من خیلی نخوامدم برای که دو قلیل امینا یا شما؟ نه دالا اینا نیه ها؟ اینا از ما نیه از شما نیه؟ نه از ما دگه رقم بودم نه دالا اینا نیه غیران کجه؟ ها؟ همو هفت تا قلین بود اگه از ما آخه ما هفته که برارم دیرو برار شما بیامد ببرد اشته یخه آن غیران کجه چه تو رنگ میری؟ یخه خو یخی بر کشاق پاخو کو غلیشی هم هستی مگم یخه آن غیران بگه هست او خیلینار برارم خود برار شما دیرو بیامد ببردن برار مه؟ آه برار مه باید غیران کدشتا برار بیامده ببرده غیران نه برار شما بیامد اگ بچه اگ لاغریه که بودگ خودتک اگ لاغریه که ایتا اندازه ما بود اگله بکو برار لاغری ندارم یک کم منم یک برار دیگه منه خب برار شما ببرده برار من شما اون زنگ زنی مریا بیامد ببرده چی میگی تو اشتباهی نداده بشی؟ نه الله خوبیم بخیری شکر آخه شما که قلینار بیاوردم چرا من رای کردیم برای قلینار بیشتر نرده آخه اینجا میگه ماما میگه قلینار شما دیرو 7 تا قلین مضمون بودن میگه بچگه که بیامد ببردن من نمیفهمم میگه بیامد 7 تا قلین بود ببرده گفته از مانه میگه برای شما نه خدا ماما برای شما گفت زدم خواهانی پیش من استاده میگه برو آنه خودی گفت زدم سکر چی بگه بله ماما جان دیرو بیامدیم شما میخلینا خود افطار ببردیم چنه نزدیم ماما چنه میزدیم گفتم چنه نداره 2100 ریپه میشد 2000 بدادیم پینجه هم هنوزه به من بخشیشی دادیم ها؟ شما نامدین؟ نه چون خود نیه قلینا شما کن ببردیم قلینا ورده مگه هموش کنی داداش من یه بیان تو این قلیشی خود ما اصلا اینجا ببرده من برام رد قلینا نیکت میگه برار تو ببرده یک دقیقه بیام قیلان به کی دادی؟ برار ما بیامد برار تو ببرد که آخه من برار موال خودش ما گفت که من قلیل نبردم باشه حالا بیایه من اون میشناسم اینا دارن از این کنه قیلان پیدا که برار ما نبرده پیدا کرد چه بود قیلان بیاره گمره با پالمینا نیه ما چیش ندارم از که قیلان خونه میشناسم نیه از ما اینا لالا بیام آدم میگه براش ما بیام قیلان ببردن ما بردم نه پاکی برده دیگه ما دیگه برار نداریم ما چه یک مرتبه لاغری ضعیفی مثل که بشیر خوش کلون شده باشه همین تو چیزی بوده قیلان ما پیشتانو مده که نفری میدی بیا بدک 50 پم به ما بخشیشی داد
انا گفت کانم من میامدم قلینا خود بگو عباس حال نگاه کردی نیه اینجا قلینا این قلینا باز عملا بنا نیه نه بابا از ما 7 تا قلینا ما 7 تا نمیشه اینا کونه از من لاتنوای بودن کجا کردی قلینا ما من چون ببردن دیگه من چی میفهم ببردن من به چی میفهم نمیشه 15,000 ریپه هر کدوم قیمت اینه 7 تا قلین 1,05,000 ریپه میشه تا اون اینال کی میده بده پیدا کن قلینا رو پیدا کن برو تو از خودتون اینجا صاحب کار داری چیه این شو خاله خسور منه زنگ ده که بیای که من خودی از او گپ زنم خودی تو کو نمیشه گپ زده گوشی نداری نه بگی دانه شماره رو بزن من اینکه مربع شما قلینا رو ببرده بودین نان اتیار کردی قلینا درک نداره یک دو یک سلام علیکم خلیفه کماندلا باشین جان جوره دو نفر بیامدم اینجا ما خوربه خان ما مندازنم میگن که تکپون ازه دو نفر بیامدم برات خلینا خود دیرو بیامدن خلینا خور ببردم به شما نگفتون که 50 روپیه به من بشخیشی دادم اینا الان بیامدم میگن ما خلینا از مانه کی بوده که قلینا رو برده چی میفهم من گیلاک و ما با گیلاک شاگرد شما ها همه دو نفر بیامدم همون لالای که اون روز قلینا نبردن من حالا بیامدم میگه چی قلینا ما نیه ما نبردیم من نمیفهم که البا اشتباهی دادم بگو بیا خود شما بیاین که ما کار داریم برادر بگو خود شما بیاین خلیفی خور بگو خود تو بیا اینا میگن خلیفی خور بگو خود تو بیا خب خداحافظ قطع کن تو میایم ها الان دیگه جواب نانر کی بده کی ببرد قلینا ما دیرو دم آزان شم یا شاگرد این من اینا رو بشیرم خلیفی از هم نظر خستی هم نی همی تو بره مخکل بخور نه بابا خلیفی از هم نظر مثل خود از یمیتی چیزی حالا بریم نگاه کنیم قلینا از مانه بیا بابا قلینا معطور معلم میشی قلینا کونه قلینا رو نو بخریده بودیم آخه قلینا نکنه تو با همون قلینا من نمیشنیسی که ما با برم دوباره نگاه کنم چی میفهمیدم تو از شما ببرده نه ما ببردی با تو صدا میکردم که برو به قلیل فروشی قلیشی چی بدبختی گیر کردیم بابا ما عباس آره نیه بابا قلینا درک نداره همه اینا 5-6 تا قلین اینجا کاره دلم بله چه کاره؟ آره چی برای شاگرد شما؟ شما کینی؟ خلیفه میگه خلیفه شما خلیفه ولی همین شاگرد شما برادر این براد من قلینار بیارده 7 تا قلین به پیشیو دالا بیای دالا صدق همین شاگرد شما نمیفهمی اون لگه بگه که ما اینجا قلینا گم شده یا نشده خور اینجا مصرف میکنه گیلا بیا اینجی میگو همین موضوع چی رقم بده تو بگو من نبودم درست همه 2000 به شما دیشب ندادم پول خب ها مرتقک بیا من قلینا خوب بود 50 روپیه به من گفتم بخشیشی داد خب انا اینا بیامدن میگم او 7 از ما بوده خوب همین قلینار برار می بیاردیم اینجا گایانه خب برای شما بیا این بیارده گروز ها همون روز که بیا خب بازی رای کردم امرو که برو قلینار بستو بیار حالا به من زنگ زده که قلینار شما ببردین گفتم و اگه من میبردم چرا پا به تو میگفتم برو بیارم یا من بیامدم به پیش از این میگم ما بردم میگه نه میگم این برده میگه نه البته یک برار زیفتر نداره شما نداریم ما برار جون ما 2 براریم یک برار 4 ساله هم دارم خلاص ما برای لغری به کجا میگه لاغره که بیا 50 روپیه بخشیشی کی داد لگینو به کی دادی؟ مرتقک به چگاک مرتقک بدن عمر که داخلش قلینا میده بره تو چرا تو کارو میکنی؟ خب بیا من 2000 روپیه داد 50 هم همه بشخیشی این داد به من 50 دل خوش کرده قلم میگم
ما بدگه نمیفهم خب دونه 15,000 روپیه قلینار ما بخریدیم خب 105,000 روپیه قلینا ما حساب میشه خب اگر قلینا ما میدیم یا پیدا میکنیم که خوب اگر نمیکنیم ما بریم پیش وکیل محل دست شما عرض کنم عالی قلینا است که اینا نقد داشته باشم به جای لا اینا باجی منه برا خوب نشون پیش کشی شناخته های اینا برا خوب قلینا باجی ها قلینا ما کجاه به کی دادی نمیشناسی مرتگه نه بو تو کی گفته که قلینا رو بده به ما مرتکه بیا من گفتم ماما جمعه قلینا ما خوش شده گفتم ها شما وقتی که به اینجا به جای میرین یا چیز میکنی یک آدم اشتیار اثبات کنی بو تو نگفتم بیش کس قلین نده چی میفهمم خود مرتکه بیا من گوازمانه که میبرون قلینا خود خانم چیکار میکنی خود از اینا برار جون ما مجلس داریم ما قلینا خور به کار داریم معامله ما چیکار میشه حالا ما چیکار کنم چی خاکم سیاه صاف کنم بچو او یک شاگرد هوشیارتر شاگرد هوشیارتر اینجا استاد کو که دل جمع بشی برارم راست میگم شاگرد هوشیارتر بگیریم تو از کلانتر چیزی میشی شطوره شاید شطوره خب هوشیارتر بگیریم یکم پام یخ میکنه خلیفه خیلی از سرتو بخوره پاتو تو بودن فکر نمیکنی گردان یه مردم چی بودم برار ماله جو قیقداد نکشیم گردان من بشم نخونه پام یخ که چای یخه این پمپا پریشان میکنم چه پام همیت یخ یاره شما پا خود بگذاری یخه میگم ولی جو از اینا چی بودم چه کار کنم من نمیفهم ما به درد سرکلی شما عزیبم قلین شیشتن میخوره لالا جو این شما یم والا من این مام چکار کنم من رو حساب من شما نیم عظیم چی بستونم چه کاره عظیم چی بستونم کیسای اگه داری به کیسای بده میه آخو نیاد داریم 1,05,000 تومان نبودم نه پس من قلینا تالی بخریدم به تا خونه خواهر نکردم اینا رو ببردم با تا اونا اینا رمه بودم خلیفه قلین شویی از شما هست یا نه؟ من به درد شما نمیخورم میرم مثلا خود کجا میبری بخشش باشه بله بخشش باشه کجا میبری خب من به درد شما یاد ندارم 1,05,000 اینجا نقصانی میکنی با میبری از اول فکر خود میکردی که یاد ندارم یخه یخ بیا کیجی کن تو پاتا عجب آدمیه ای بشه میگی میگم به کی دیگه دلیل میشناسی مثلا نه نمیشناسی نگرتنم من لنگه ولی مشنن خب چی میفهمیدم مرتکه بیامدم تا تیز بیامد سه چهار خملش گفتم ما قلینا ما به شیشتیش خوش شده گفتم ها گفتم چند میگی گفتن شما نگفتیم 72 300 خب کی میگه نه 2000 بداد 250 هم گاستو بخشیشی خب تو رو گپ داد من 50 روپیه بخشیشی تو رو گپ داد دیگه گپ نداد نه من گپ میخورم رسمی گپ نمیخوری نگو حال ما خیر از پیار تو از تو چی استون میگو من برادره 1,05,000 روپیه من بزدی داره به در کدی من چه کار کنم دیگه یخه بخی بخی شو دردم اونی بخی بخی که اگه میشه نگه وردی که تو پوست میکنم بخی بخی میگو بخی برو بخی من لقد روی دلتو میزنم بده برو کجا بده اندامونی میخوری برو بده شما لالا یک دقیقه بیایم میسایه هک دار و دار شکم دار و دار کدی ولی یلدن برار از معامله ما چه کار میشه لالا هر رقم شما مسئولیت میبینم میتونم هر رقم اشته ما قلینا رو برو رمیجی برج 15,000 روپیه کرا میدم برج چند پول برق میایم و میتونم تکی قریب بدبخت اینجا بیام از قرمون بود که بیارن که اینجا لقمه نون برق بگیری های مور بزنن یسو به در و در کرد خاک بسر کرد برار جو شما اول این فکر خود میکردیم آدم هوشیارتر می آوردیم که به ایت مشکلات ها نمیفتادیم حالا کن لالا هر رقم که میفهم تو عرض میکنه دست بریم عرض کنیم اگه سو مسئولیت میبینیم لالا برج 5,000 رو شما داده میتونم برو بیشتر دادم نمیتونم برو چرا
برج 15,000 اینجا کرا میدم 5,000 پول برق میای 20,000 پول 5,000 اگر 5,000 6,000 خرجی خونه میشه 5,000 اگر بمونه 5,000 مای 5,000 بیایم بخو بریم برو خاله که تو میگی من از تو چی بستانم چه کار کنم خودت تو هر رقم گفتم هر رقم مسئولیت میبینیم برو باشه گردن کش شمشیر انته باشه حالا ما بریم عباس بریم به خونه که خود ننه مسئولیت این معامله این رقم نمیشه ما پیش خود اینا رو هم فیصله کنیم بریم خود ننه مسئولیت کنیم سه کنیم چی میگه بله بریم ما پس میاییم براشو خب بیا من به خدمت شما باشه به می رقم اگر شما گفتم برج 50,000 اگه میتونیم باشه سه بگیم کنیم مدر خوب بگیم سه کنیم چی میگه باشه اومدیم برو خداحافظ همین که تو ابرو ببردی مر تاندار بنده کردی که ما به حساب برج 50,000 هم اگه قناعت کنم خدا جو تور در به در کنه خاک به سر کنه او بده و نون بده و تمام راضی بده که یک لقمه نون نایفه که بخوری